درود و عشق همتون. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد توجه کردن صحبت کنیم. در اپیزود قبلی در مورد ذهن صحبت کردیم، یه مقداری در مورد جامعه هم صحبت کردیم، یه خلاصه گویی داشتیم و امروز کنار همدیگه میخوایم کامل ترش کنیم مسئله رو و مرحله به مرحله با هم میریم جلوتر. توجه رو، بعد احساسات رو، بعد سایه ها و خلاقیت و بعد معنا، همینجور پله پله با هم میریم جلو. بچه ها الان یکم در مورد خودم بگم که شاید آینه وارانه نگاه به قضیه کنیم. اسمی که به بنده تعلق پیدا کرده آستیه، بیرون صدا میکنن امین. و از بچگی میتونم بگم که دغدغه معنا داشتم و خیلی آدم کنجکاوی بودم و همیشه یه بخشی از وجودم واقعیت زندگی رو قبول نداشت و خیلی آدمی بودم که زیاد فکر میکرد، خیلی زیاد. الان چند تا مدل مثل خودم دیدم که وسواس فکری داره و فکر میکنه باهوش هم هست دیگه، اینقدر فکر میکنه، ولی خب یه جا این شدت نشخوار فکری ما رو از پا در میاره. و حالا نصیب من بود که اون شدت اینقدر زیاد بشه. بعد تجارب دیگه ای داشتم، سختی ها، دردها، ورشکستی ها، اصلا خیلی پروسه خیلی زیادی بود و انگار یه ضربه‌ای به من خورد، یه فاصله بین من و زندگی اتفاق افتاد که بعدها متوجه شدم من فاصله و زندگی تفاوتی با هم ندارن که جلوتر در موردش صحبت میکنم. تا اینجا توجه کردیم که توجه کردن چقدر مهمه. یعنی در طول روز ما چقدر خودمونیم. ما در طول روز یا داریم به این فکر میکنیم که چی کار کنم، یا برنامه ریزیه، یا حتی میخوایم صحبت کنیم یه صحبتی هم آماده میکنیم، بریم دستشویی، تو ذهنیم. تو همون موقع غذا خوردن، پشت فرمون، اصلا نمیفهمیم چی بهمون میگذره. وقتی کلیت نگاه به قضیه میکنیم ما در ذهنیم، یا به عبارتی ذهن داره ما رو زندگی میکنه. یعنی ما گذشته ای که داشتیم هویتی که به ما دادن، تربیتی که جامعه برامون درست کرد، همه اینا فقط باعث این شد که یه سری دیتا رو فقط اطلاعات تو داخل ذهنمون جمع کنیم و هی جمع کنیم و بریم رو حالت اتومات. هواپیما داره میره خلبان، ول کرده فرمونو، هواپیما داره اتومات میره و ما نیستیم. بیم با هم یکم توجه کنیم برای آغاز گفتگو، یکم
یکم کنار هم. هر چیزی که الان کنارتون هست، پیرنتونه، دستتونه، موهاتون، یکم بهش توجه کنین، یه کوچولو یکم خودتون ناز کنین، یکم وسط این همه شلوغی زندگی یکم بیاین در وسط، بیاین در لحظه، یکم وزن بدنمون رو حس کنیم. هر جایی که داریم نگاه میکنیم حتی میتونیم شروع کنیم از سمت راست یا چپ، فرق نداره. با جزئیات نگاه به اطرافمون کنیم، هر چیزی که هست. میدونیم ما چقدر وارد خونهمون شدیم یا وارد اتاقمون شدیم و خیلی از چیزهای خونه رو شاید 10 سالم توش زندگی کردیم ولی یک بار نگاه نکردیم. میدونیم ما چقدر توجه نمی کنیم، میدونیم چقدر از دیدنی های زندگی رو داریم همینطور دست میدیم، میدونیم چقدر زندگی داره از دست میره و ما نیستیم. بریم شروع کنیم یکم باشیم، چند ثانیه هم شده فقط باشیم. اصلا همین رو میتونیم یه تمرین بذاریم، روزانه تمرینش کنیم. سخته، یادمون میره، ذهن ما رو پرت میکنه رو حالت اتومات، دوباره به زور میخواد برگردیم. اوکی، یه آلارم برای خودمون بذاریم. آقا روزی من 20 ثانیه شروع میکنم، میشینم تو خونه با توجه نگاه به همه جا میکنم. همین کار ساده، انگار یه پتک میزنی وسط ذهن. میدونی این حرکت به این سادگی انگار به ذهنت میگی اینجا رئیس کیه. لطفاً عزیزم ممنون بابت تمام خدمت هایی که به من کردی. الان خدمتت داره گند میزنه به همه چی، من نفهمیدم چی شد. سر و بر میگردونم شده 5 سال، میچرخونم شده 10 سال، شده 30 سال. لطفاً بکش کنار. من الان هوشیارانه تر میخوام زندگی کنم و باشم. پس سکان رو به دست من بده. با روزی 2 ثانیه، 5 ثانیه، بعد 2 ماه 5 دقیقه، اصلا 10 دقیقه، بعد 1 سال 1 ساعت. یه جایی به خودمون میایم تا از سر صبح تا آخر شب داریم به همه چیز توجه میکنیم. یعنی هوشیاریمون در بالاترین حد ممکنه، در بالاترین حالت ممکن هوشیارانه داریم زندگی رو زندگی میکنیم. وقتایی هم که میخوایم از ذهن استفاده کنیم، اوکی، به عنوان یه ابزار، ذهن بیا، اینا رو دارم مثال میزنم. منظور اینه که یک ذهنیت از ذهن داشته باشیم، چون میدونیم که ما برای عبور از ذهن نیاز داریم به وسیله خود ذهن عبور کنیم. خب ذهن بیا، الان این کار رو برای من انجام بده، فلان چی رو میخوام محاسبه کنم، فلان برنامه ریزی رو کنم، فلان هدف گذاری رو کنم و و و و و حالا آفش برو. تو قسمت قبلی اون 1 ساعت فکر رو برای چی گفتیم؟ 1 ساعت فکر میکنیم مثلا، ولی 1 ساعت بعدی که میخوایم مشاهده کنیم فقط مشاهده میکنیم، برای اینکه دیگه هیچ اما و اگر و چون و چرایی نباشه. شما 1 ساعت یعنی حتی فکر هم که میخوایم کنیم آگاهانه فکر کنیم و باز جلوتر در قسمت‌های بعدی آگاهانه فکر کردن رو هم باز میکنیم. الان میذاریم باشه، الان سعی میکنیم وزن بدنمون رو باز حس کنیم، یعنی توجه کنیم به وزن بدنمون.
یه جرمی داریم سختمونه پا کنیم. وزن بدنمون داشته باشیم. چند بار شده که ننشستی نگاه به شیارهای اثر انگشتت کنی؟ وسط این شلوغی های زندگی، درد زندگی، ما بدونیم هر کاری باید بکنیم که حالمون رو خوب نگه داریم. دردمون رو ببینیم، فرود کنیم اگه میتونیم. اگه نمیتونیم به طور حالمون نگه داریم تا یه جای ابزارش رو یاد بگیریم. فرود کنیم درون دردامون، کیمیاگری کنیم، دردامون رو درمان کنیم ریشه‌ای. هنر رو توجه کردن جاییه که ما یه پله به حضور نزدیکتر میشیم، حاضرتر میشیم. انگار من به این زندگی اعلام میکنم من میخوام حاضر باشم. آقا لطفاً دسته بازی منو این سری بیاریم بذارین دست خودم. اوکی، هر چقدر تجربه بود، درد بود، بالا بود، پایین بود، فلان بود و همش رو اوکی. من الان آمادگی اینو دارم که دسته بازیمون دست خودم بدین. قرار من برای زندگیم تصمیم بگیرم. صحنه آماده.